خیسته قاب ډیر می خوښ شو دا چې دا قاب څنګه جوړیږي راځي چې ننداره یې کړو. سنگ را که ما خریداری میکنیم به شکل کنده های سنگ میشه توسط ارای خرد و کلان ما این را میکنیم. وقتی که پارچه شد یک مرحله ما به نام تراشکاری داریم که روی دیگه تراش میکنیم همون سنگ هایی که تا بالاست یا باید کلش صاف شود. بعد از او 3-4 رقم رگمالی را میزنیم که لشم شود قابلیت پالش پیدا کنه. بعد از اینکه لشم شد کوشش میکنیم که پالش بسیار خوب و سرکل بدیم که پالش ما از 50 سال اضافه در عمر داره ولو که استعمال هم شود و رنگ اصلی لاجورد و سنگ در پالش می‌آید. جنسی که ما با می وسایل دستی و با می وسایل ابتدایی تولید میکنیم در جهان یک تازه است. یگانه معدنی که با تمام ممالک‌های همسایه و تمام جهان رقابت میکنه معدن لاجورد است. لاجورد معدن است که نظیر این سنگ در دنیا نیست و هر قدر که تولید میکنیم و هر چیزی را که با لاجورد مزین میسازیم او یک زیبایی خاص خود میگیره، یک ارزش بسیار خاص به خود میگیره. افغانستان مملکت است که از نگاه سنگ، از نگاه معادن خودکفای خود است. این رنگ‌های سنگ‌ها به شکل دائمی است. این رنگ‌های طبیعیش است، این رنگ نشده و هیچ وقت از بین نمیره. این سنگ گلدن است، این سنگ چشتیرات. این را با مرسل رنگ آمیزش دادیم، از روی از میرسم به این شکل کار شده. این توتک‌هایی را که می‌بینید این مرسل‌ها به این شکل و شکل توته این مرسل‌ها جور شده که بعد از این توته در هر توته سنگ وزی خط میشه. شما به شکل می‌بینید که هر کدام یک جای مناسبی داره.